خیلی خوش آمدید. امروز اومدیم با بازی روبلکس اما شبیه ساز شهرداری. و آره بچه ها من این بازی رو یک مقدار ریدی 8 سانتی گرانی بازی کردم و آره چی؟ نمیدونم چی ساعت انگلیسی دین دین. خب اینم فقط اینجا داریم. خب ساخت و ساز نه ساخت و ساز به خونه که اوکی مشکل جا نداره. خونه ساختمانی هم برام لول 2 میشه. مغازه رو بیا این آقا جان بره مغازه رو اینجا ندن و چیزت برگرد درست بیار بسیار اینجا میزنیم. مشکل اینا حل شد. بسیار عالی. خب حالا یه خونه دیگه هم میزنیم. طرف خوشش آمد. اینجا تو دلش داره میگه خوشم من آمد. خب تا که یه برگر پینگ بچه تو این مپ کلن یه دونه دریاچه داره با یه دونه دریا و هر جا همه پول داشت. فهمیدیم خوشت اومد باشه بگم ما حالا تا فردا بگه خوشم اومد. $20 بده بیا خیابون معمولی میخوام. بس الا تو خیابون دارم ولی سخت بود. از اینجا مانگ از اینجا ببینیم اونه یک پس پول نمیکش سانتیمتری حساب کرد براده الا بابا من گز با این کوچه کشیدن گز نمیکشه. باش یاد کن بیتره شد. بابا یه خیابون خواستم بکشم به خود. چرا نمیکشه؟ بس کوچه بزن از اینا خرید یا اینجا بس تایید و از اینجا برو این تایید رو میزنیم. این خیابون رو میگیریم تا تایید و از اینجا خب تایید ایرانی و توش و تایید بس جب شهر مینیمالیستی نانازی ده. خب اینو بدم برد ساختمان لول 2 که میشیم انشالله. بسا کچیک یه برگر مشکل چیه؟ اعتراض میکنه
فکر نکنم برای برق باشه. واقعا من سردن نمیرم چرف میگم. خب این برگر کینگر رو نمیشه برد. شما چه دیریف کشید. شما هم دین بچه ها ادیتور. آره خود میدونی میخوام چی بگم پس انجام بده. پیکسلاش رو به اندازه کوچیک کنه ها. هم مینی پیکسل خیلی مشکل ماشین چی بود. هم به من ربط نداری مشکل پولش هم. دو هید جا نمیشه کلا. تو ساختمان هم میلیونریم پیش مغازه کمه چی کمه. آره بایی سردنه. فکر کنم مشکلش اینه سرپیچه این ماشینه دیری فقط میکشه. نمیدونم 100%. اون بچه شما که میبینین دیگه الان نگاه بس طرف بیاد. بابا نمیخوام با این روباکست همینجا تایید تایید تایید. لول 2 شدیم. وای لول 2 شدیم. اینا چیزای دیگه میخوام. خب اولین کار اینجا بریم برگر کینگ دیگه. خب همونجا دقیقا همونجا برفنا میکنیم. خب که چی بیالیم برای چیز نمیالیم. این خیابون دیگه باید بزنم کلن. مثلا یه جا بزنم کلن برای فروش و اینا باشه. یه جا بزنم برای خرید و اینا باشه. تایید بزنم از اونجا. از اینجا مستقیم پیکسلاش رو به این حد بکنم هی هنگش نکنه. خب بیا چند پیکسله؟ 100. تایید از همونجا تایید بگیر. بیا تا اینجا تایید بگیر. خب اینجا بچه تایید دیگه بگیرم. ببر باشه قصد انقدر نمیدونم. خب اینجا ها خونه جا بجا بخوابرم. این بیا ببینم سلاش رو یک دیگه اینجا بچسب. خب اینو بزن. نداشت میخوام جا بجا کنم اینو جا بجا. خب میخوام اینجا کلن جای فروشه باشه. اونجا بیس این باشه. حالا این همه چون آپدیت داده الان لول 2 شدیم چیز جدید آورده. این هم چیزای جدید میخوام. سلمونی
بذاریمش اینجا. خب دیگه چی بیاریم؟ پمپ بنزینی میزنیمش اینجا. چی؟ اینم خیلی گرونه. برخور اصلا اینجا جا نمیشه. میشه؟ نمیشه. جابجا بکن همونجا. اینو بگیر. خب بیار بیار. خب الان کارخونه چیه؟ فکر نکنم هم سوپرمارکت اینا ساره. یه دونه بزن از اینجا. بزن مارکتی زدم. بس بی خدا امام مشنب نمیدم مشکل تو چی. مارکت فیک اصلا توش میشه. من گولم. خب الان دیگه چی میخوایم؟ ببین فعلا که شهرمون در هم حتمه. لودینگش تو نیست. چرا فقط یه دونه ماشین تو این مپ بچه بودم؟ ماشین 15 تا بودم ماشین جدید بخرم. 15 تا چیزی نیست میخرم. آقا رو ماشین قشنگ ما. خب من که نفهمیدم آخرین چی میگه، ولی خب میخوام اینجا رو تایید پیکسل رو ببر بالا. این چه پیکسل؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 دیگه. اینجا تایید میزنیم. پس اینجا تایید. چرا دیریف میکشه؟ فکر کنم اقصه چون وعید بدونم دیگه اونقدر دیریف بکشه. معمولی طرف دیریف بکشه سر پیچا. خب ببین اینجا میخوام هزینه بذارم بشه خیلی هم گرونه. نه پیکسل رو ببر بالا. یه آسون خراش از اونجا. اینجا 3 تا میخوام بذارم. 3 تا نمیخوام جابجا کنم. جابجا دو پیکسل 3 پیکسل اینا موقع پیکسل گنده کنیم. پیکسل گنده نه همینجا بهتره. خوبه دیگه شهرمون در همین حد است. اینجا مارکت ها فروشگاه و هرچی هست اینجاست. اینجا خونه. نه گتبال یا امام مشتوم یا مصطفی. منم به خودش میبره. دید وای توفانه. جان هر کی دوست داری از اینجا دور شد. نزدیک میشه دور میشه. هر کی دوست داری نه سمت اینجا هیچ برات نیم پر. چرا هوا یه جا هکر اومده انگار. خب استدام تا نمینه چون ضرر مثلا ضرره شد. یعنی مثلا میگه اویل خیلی کمه یا جون چقدر کمه خاطر اینکه ما به اونجا نرسیم برامون بیاره. بیاره خیلی خوب میشه و نمیاره. مثلا این چی بود؟
چیه الان این مثل لیبل اپ شده من سعی کنم مثلا خرد و پرت زیاد اضافه کنم. بس ساخت و بزن خیابان ناناز اضافه میکنیم همونجا. بجلو پیکسل رو باز بیشتر کن. تایید بیا تایید بی از اینجا هم یه دونه بزن تا اونجا. تایید فعلا انقدر میگه یکم به اون ایکس بی داد. یه ساختمونه جدید برامون باز شد. پس میخوام اینجا از این ساختمونه بزنم بده من. نان هست اما گران. نان است ولی خوش است. چرا من با کسی که دوستم میارتشون اون کوچولر میبینی؟ اون خود ندرتاب میباشد. دروازی هرچی با هر کی در دوست باشی طرف رو میاره. واو فقط واو. این ور میخوام از این ساختمون رو بزنم. یه ساختمون دیگه جا میشه بده من. نان است ولی نان خشک است. چرا ارزونه؟ بریم جلوتر. ساختمونه 7 میلیاردی میاره. چیزای جدید برام باز شد. خب این بزن ساختمون جدید دارد این کوچولو. نان هست اما خشک است. شرمنده اون بره بالا رریس بود. این بزن اینم بگذار. خیلی من در هر نمونم بالا پول میگیرم. دین شهر خوشگلیه خدایی نه؟ مینیمالیستی و اما خوشحال. خوشگله خوشحال. صفر داریم. خب ساختمان چقدر اینقدر هست بدامش رو بدم. اینقدر پول میخواد زدی؟ من بدم که کیدای عالم میشه. ساختمانش گرونه واسه پول در بیاری. پول میخوام پول. وای این چیزای درخواست دیگه داره. پول ندارم. لباس فروشی و چیز فروشی نمیدونم چیه. شرکت رو بود ما منصب نمیدونم. خیابون بزن خیابان. همین نکن. پیکسل رو ببر خیلی بالا. خداش کجا رفتی؟ هر روزم ماشین اینجا موند. من اینو چیکار نداره بزن تا پیکسلی دیگه اینقدر به دفعه بهتری. خب 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 چی حمل میدم. هم پول
دوباره گرفتم خدا شکر. چیزای جدید خیلی چیزای جدید به ما اضافه شده. فهمیدم باید همشون رو بتوانم جا بدم. خب اینجوری قبول. اینو بدن دیگه دارم از اینا. چقدر کوچولوه، کوچولو. اینجا جا میشه. اینجا بذار. نداشت. درخت میشه گذاشت. چون سر نمیشه نمیخرن. درخت میشه گذاشت. دوست داشتی. نه الکیه. درخت میشه گذاشت. مثلا میگم مثلا. کجا درخت رو گذاشت داداش؟ پیکسلا رو خیلی کم کنم. غیر ممکنه. اگه باشه باید به من بخشنامه اعلام کنه. غیر ممکنه. نمیخوام. به نام منه. خب به اسم من در اومده. بعد من میخوام حواله‌شو بفرستم. تایید. شما که منو نمیشناسی، سندم به اسمت نمیشه. چجوری میخوای اعلام کنی بخری؟ خودم شد. حواست باشه. من نمیدونم. خیلی دیگه این گندستاری خوب. آره ولی بالاخره یارو دفعه میکنه، اذیتت میکنه. خب واه میگیری؟ باشه بالاخره بالاخره اون طرف هم یارو میبینی یه دفعه میکنه. آدمی زاده. جناب مختاری پر ایشالا خدا بهت سلامتی بده. من کوچیکتم. خب قبول. شما شرکت دارم. شرکت 1 میلیارد. کارخونه دارم. میشیم به کارخونه دور بزنیم. حتی خوردنه بر من دارید بزن. من اینا بعد نزدیکشون از اینا بزن. بگین 3 کیلومتری میاد تا برگر بخوره. مسخره میگه. چی بگم؟ مسموم. خب اینو باید بزنیم اینجا. خب بگو. بگو همونجا تایید بزن. سمت خب بله. بازم یه دن از اینا. خب بده من از این محصول جدیدامونا بروز از این بیا تایی نمیشه. بیا از این بر تایید بزن. خب مامی همبرگر رو بده. همبرگر کینگ. کینگ به کینگ. بعد جلسات به این خبر میدیم. خب باش. مرسی خدا خب چی دیگه نیاز داریم؟ کارخونه. پس 100% میدونم این کارخونه عاقبت خوب نداره. این مرزش دیگه اونایی که فهمیدم تو کامنتو بگید. ماما فعلا که خوب پیش رفتیم. خدایی خوب پیش رفتیم. درست نگو مایش. خب اول قدمی که باید بکنیم باید خیلی دور شیم از اینجا و اونجا کارخونه ها رو بزنیم برای بچه ها. خب بچه ها بریم اینجا کارخونه رو. یه پشت اونجا میخوام. بکنم جاده رو بذار کنار. خریدی؟ نه نمیخوام. اصلا اینا رو نمیخوام. پایینیه رو میخوام. آره همونجا پیشگاهی بوده.
همین 2 دقیقه پیش 20 کی بود، الان